سالگرد فیروزی انقلاب اسلامی هست و جملات شکسته را خدمت سروران و عزیزان به این مناسبت عرض می کنم. کسانی که سنشون بالاست همه چیز را قبل از انقلاب هم دیدن، بعد از فیروزی انقلاب هم دیدن، ولی اونایی که طیف جوانن، حالا این صحبت مال 42 سال قبل میشه و اون زمانی که اینجا نظام پادشاهی بود و در کشور استبداد حاکم بود و هیچ کسی هم نمیتوانست حرف بزنه، انتقاد بکنه و آزادی نبود و اگر کسی او زمانه حرفی میزد بلا فاصله توسط ماموران ساواک تعقیب میشد، مورد تعقیب قرار میگرفت و به سخت‌ترین اذیت و آزار و شکنجه روبرو میشد. هیچ حق برای زندانی ها قائل نبودند، برای مخالفان خودشون هیچ حق قائل نبودند. کسی که مخالفت اعلی حضرت را میکرد و یعنی شهر و حرفی میزد و انتقادی میکرد از دولت مردان او زمانه، از مقامات او زمانه، او را مخالف قرار میدادند و به زندان می انداختند و سخت‌ترین شکنجه. همه علما، خود بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر بزرگ انقلاب تبعید بودن به عراق، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای تبعید بودن به ایران شهر و بسیاری از علما زندان بوده. این علما هیچ کدوم مسلح نبودن، حرف می زدن و حرف تحمل نمی توانستن بکنن یا اعتراض می کردن، جلسات اعتراضی، راهپیمایی و اینها را تحمل نمی توانستن بکنن. مخالفت اون نظام پادشاهی را یا انتقاد را حتی تحمل نمی توانستن بکنن. بالاخره ملت ایران این شرایط نتوانست تحمل بکنه، شرایط استبدادی، شرایط بسته، شرایط سخت، شرایط زورگویی و همینی که به ندای رهبری یه انقلاب، رهبر فقید انقلاب قیام کرده ملت ایران. مشکل اصلی شاه این بود که شاه ندید ملت خودش را، حوزه های علمی قوم را ندید، علما و او زمان را ندید، زمان خودش را، دانشگاه را ندید و به خواست ملت توجه نکرد، حرف مردم نشنید و بعد متوجه شد که اشتباه کرده، گزارش های غلط به شاه داده. نزدیکان شاه که خود را به نزدیک به او میپنداشتن گزارش میدادند که همه چیز وفق مراد اعلی حضرت هست و موضع شما درسته، رای شما درسته و همه چیز وفق مراده. هر کسی حرفی میزنه دروغ میگم و اینها ضد مملکتان، ضد اعلی حضرتان و بالاخره
نگذاشتن که حرف برسه، حرف ملت، صدای ملت به گوش او برسه که گفته اوقات او تلخ نشه، ناراحت نشود. و بعداً که از این مملکت رفت متوجه شد که من چه اشتباهاتی را مرتکب شدم، چرا حرف ملت، کاش که من حرف ملت را گوش می کردم، فریاد مردم را می شنیدم، صدای مردم را می شنیدم، ولی دیگه فرصت از دست رفت و کار از کار گذشت. ملت قیام کرد و پیروزی ملت ایران در انقلاب این بود که قیام مسلحانه نبود. مثل بعضی توی کشورها وقتی که بلند شدند قیام کردند و مردم و دولت و حکومت اونجا و مردم زدند، کشتن مردم، ارتش تشکیل دادند، ارتش آزادی بخش تشکیل دادند و ارتش حکومت قوی تر از ارتش مردمه، زدند اونها را. ولی اینجا نه، اینجا مردن، کتک خوردن، زندان رفتن، ولی سلاح بر نداشتن، فقط صدای اعتراض بود، فریاد بود. و این است که انقلاب کردن ملت ایران و رهبری انقلاب هم صحیح راهنمایی کرد و انقلاب به پیروزی رسید. اما یک نکته که بنده میخواهم عرض کنم اینه که ملت ایران شعارشون چه بود، چه شعاری را مردم ایران دادن؟ بله، استقلال، آزادی بود. گفتم ما کشورمان وابسته هست به قدرت‌های او زمانه و قدرت‌های دنیا و ما میخوایم کشور ما مستقل باشه، هیچ جای وابستگی داشته نباشه، سرنوشت ما به دست خود ما باشه. و دومین نکته این بود که ما آزادی داشته باشیم، برای سرنوشتمون تصمیم بگیریم، آزادی بیان باشه، آزادی کلام باشه، انتقاد آزاد باشه. و شعار این بود که برای اجرای عدالت ما قیام میکنیم که توی ملکمون عدالت ها بیاوریم، آزادی، عدالت، به حقوقمون برسیم، حقوق اقوام، حقوق مذاهب، حقوق ادیان. و گفتن دنبال شرافتن که به شرافت برسن، کشور مال خودشونه، برای سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن. شعرهای خیلی زیبایی بود، زیبنده بود این شعر. و به هر حال با این شعر مردم پیوستند به این نهضت، به این جریان، به جریان انقلاب و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. حالا ما در 43مین سالگرد هست از پیروزی انقلاب که توی کشور ما جشن گرفته میشه. و نکته که بنده عرض میکنم او اینه که مهمترین نکته اینه که ما نگاه کنیم و بررسی کنیم قوهای ضعف خودمون را و نقطه های قوت را. آیا در کشور چه کارهای انجام گرفته؟ از اون شعرها، از اهداف امام راحل، از اهداف ملت ایران چه چیزهای متحقق شده و برآورده شده است و چه چیزایی نشده؟ این نکته خیلی مهمه که ما اون چه که به اون دست حاصل کردیم فبه المراد، خیلی خوب مراد حاصله به آن چیزی که ما دست حاصل کردیم، اما اون چه که ما نرسیده ایم به
اونها را بررسی کنیم. امروز متاسفانه بسیاری هستند امثال ماها، بنده و امثال بنده. شاید اینطور باشم که خوشامد از خوشامد گویی خوشحال بشم و اگر کسی نسبت به بنده انتقاد بکنه خوشم نیاید و این خصلت خوبی نیست. انسان همیشه زمانی موفق میشه توی کارش که خوش آمدها را گوش نکنه و به خوش آمدها توجه نکنه، چرا که اگر توفیقی هست این توفیق از جانب پروردگار است، این فضل الله بدانه. و کسی که ضعف ما را یاد کنه، ضعف های واقعی ما را تهمت نزنه، افترا بر ما نبنده، توهین نکنه بر ما، ولی اگر ضعف های ما را بگه و ما ضعف را تحمل بکنیم و دنبال ضعف هایمون باشیم، دنبال اصلاح خودمون باشیم، این نقطه قوت هست، نقطه اوج قوته که ما تنها به حرف موافقان توجه نکنیم، حرف مخالفان گوش بکنیم، ملت ببینیم، خواسته ملت، طیفهای مختلف جامعه را ببینیم، چیزی را که شه ندید و بعد حسرت خورد و افسوس خورد، ما ببینیم اونها را، اون مردم را ببینیم، اون طیفها را ببینیم، خواسته ها را ببینیم، انتقادها را گوش کنیم و از انتقاد استقبال کنیم، انتقاد سازنده. کسی به ما بکنه گرچه با لهجه تند باشه، حرف تند باشه، حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه می فرمودن که حق تلخه، باید حق شیرین بکنید و به مردم تحویل بدید. و فرمودن همیشه انسان عیبش را از مخالفش گوش بکنه، دوست هیچ وقت عیب شما را بیان نمی کنه، عیب شما را پنهان می کنه یا عیب شما را عیب نمیدانه، حسن میدانه، چون شما را دوست داره. ولی اگر شما خواستی خودتون اصلاح بکنید، خودتون تغییر بدید و میخواهید که به واقعیت ها برسید، موفق بشوید، حرف مخالفان گوش کنید. و لحاظا معتقدم که این روزها بهترین فرصتن برای آن که به هر حال نقطه های قوت هم بیان بشه و اعتقاد بنده نیست تنها بلکه دستور قرآنه که اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کنید که عدالت به تقوی نزدیکه، انصاف بکنید. او کارهایی که واقعا انجام گرفته جمهوری اسلامی انجام داده، مسئولین انجام دادن، حقشونه اونا که بگن آقا این کارا را انجام دادن، این خدمات انجام دادن، این پیشرفت آمده، این ترقی آمده. و او کارهایی که مانده و ضعفهایی که در کار موجوده، اینها باید تحمل بشه که نبیان بشوند. و خیرخواهانه بنده عرض می کنم دلسوزانه که ظرفیت مسئولین امر بالا ببرن، تحمل بالا ببرن و گوش کنند حرف مخالفین را. و خوشحال نمیشم که مخالفین جای نامه بنویسن و یک جای شاکی بشن به یک بیگانه. و خوشحالم اینه که ما حرفمون را درون بتوانیم بزنیم، انتقاد درون بپذیرم، فشار نباشه بر کسانی که انتقاد میکنن. بله خشونت مردود قبول نیست و خشونت هیچ کسی قبول نداره، اما تا اونجایی که قانون اجازه داده، شریعت اجازه داده،
انتقادها پذیرفته بشه، قانون اجازه داده. حتی تجمع اعتراضی اگر کسانی بکنن بهتری از این که به تحمل بشه و تجمع اعتراضیشو، به جای اینکه نامه به جاهای دیگه بنویسن که ما فلانه مبهمانه. و ما در ایران اسلامی همه اعضای یک خانواده ایم، همه برادر و خواهریم، همه پدر و فرزندیم و حرف با یک دیگر را تحمل کنیم، یه حرف یک دیگر را بپذیریم. ایران همه دیندار نیستن و ایران کشور مال دینداران نیست، نه مال شیعه تنها، نه مال اهل سنت تنها، نه مال او شیعه ها هست که اهل مسجدن تنها و نه مال او شیعه هست که اهل مسجد نیستن. ایران مال دیندار و بیدینه، مال خوب خرابه، مال نمازی و بے نمازه، همه دیده بشن. اعتقاد بنده اینه که ما همه را ببینیم و همه را تحمل بکنیم، حقوق همه را رعایت کنیم، به حقوق همه رسیدگی بکنیم، گوش کنیم حرف همه را و راهمون را در لابلای خواسته ها و در لابلای حرف ها و انتقادات پیدا بکنیم. معتقدیم که زندانی هم حق دارن، کسانی که توی زندان حق دارن، انسانان، بشران. ما حق همه را مراعات کنیم و زندانی هم حق داره حرف بزنه، زندانی هم حق داره وکیل بگیره، زندانی حق داره از خود دفاع کنه. حق زندانی ها رعایت بشه، حق موافق رعایت بشه، حق مخالف رعایت بشه. همه حقوق ما در نظر بگیریم و به هر حال نگاه کنیم که چه ضعف‌هایی وجود داره. امروز حقوق بشر خیلی سرصدا داره و اعتراض داره و ما چه اشکالی داره که ما دروازه های زندان های مون باز کنیم، شرایط فراهم بکنه بنامی که نمایندگان حقوق بشر بیان از زندان های ما بازدید بکنن. چون از دیدگاه اسلامی هم اسلام اعتقاد نداره که کسی را به زور طرف بگیرد. شکنجه هر اعترافی که با زور باشه و یا تعزیر حتی قاضی هم باشه خلاف شریعت هست و این برای اعتراف غیر قابل قبوله. قاضی نمیتونه بر اساس مثلا اعتراف های زور حکم صادر بکنه. اگر این قاضی بنده باشم برای بنده حرامه و این حکم عادلانه نمیتونه باشه. باید اعتراف در یک فضای اختیاری باشه. طرف که جرم کرده مجرم جرمش را اعتراف بکن. ما این شرایط من بنده اعتقادم اینه که اگر بنده یک دستی داشتم توی کار و اختیارات داشتم، من چنان اعتقاد به آزادی دارم که رقابت بکنم به حقوق بشر و به حقوق بشر ما بگیم که آزادی که در بلاد غربی و بعض کشورها هست او حقوق بشر رعایت کرده یا ما حقوق بشر رعایت کرده و معتقدم اعتقادم اینه که مخالفه اما بیاییم حق از مخالفان گوش کنیم. واقعیتا از مخالف عیبه میبینه، دوست نمیبینه. بگه ما شما به جای اینکه داد بکشید و آقا دیگه فرار کنید به دیگه کشورها جای دیگه حرف بزنید، بیاید داخل کشور به حرفتون بزنید. هر حرف مفید ما روی چشم میگذاریم. چون ما اینجا همین
بهرحال ملت عزیز ایران رای داده به جمهوری اسلامی، یعنی سیستم حکومتی ما از نوع اسلامی جمهوریت است. جمهوریت یعنی در آن حرف و حدیث و انتقاد آزاده و حق خواهی آزاده و مردم سرنوشت تعیین می کنند، مردم ولی نعمتان. و جمله که همیشه رهبری انقلاب تکرار می فرمایند و مردم حق دارند و جمهوریت معنی اسلامی معنی که بر اساس قانون اسلام به لازم ما ببینیم، بررسی بکنیم که چه اندازه موفق شدیم ما قوانین اسلام را در کشور اجرا کنیم و آیا این بر اساس چه دیدگاهی است؟ دیدگاه فقه شیعه به دیدگاه فقه اهل سنت ممکن خیلی ما مشترکات داریم. خیلی چیزا هست که مشترک بین شیعه و سنی در قرآن هست، در احادیث که هر دو طرف دارن، اما خیلی دیدگاه ها هستن که دیدگاه یک مذهبن. بالاخره ما باید بحث آزاد بگذاریم. معتقدن که مجلس بحث آزاد بگذاره، دولت بحث آزاد بگذاره، قوه قضاییه بحث آزاد بگذاره و حتی معتقدم که مقام معظم رهبری اجازه بدن که برن بایشون هر کس بتونه ملاقات بکنه. بنده از رفقای ایشان هستم، بالاخره سن من هم علا بالا هست، ایشون از من مسنترن و بزرگوار من هستن، رهبر مملکتن، ولی مدتی که نتوانستم، شاید 20 سال باشه که گفتمانی من نتوانستم زیارت بکنم. اجازه بدن تا ما صحبت بکنیم بتوانیم. البته رئیس جمهور را میبینیم، وزرا را میبینیم، ولی مهمترین اختیارات در دست رهبر معظم انقلابه و صحبت موافق و دوستانش را گوش بکنه، صحبت مخالفانش را گوش بکنه. دل سوزانه این حرفا را میذارم. من آدم مغرض انشاءالله نیستم و این فضل الله تعالی است. خیر خواهم هم خیلی چیزا هست که معتقد نیستم، این بنده این قبول ندارم که یک طیف خاص حرفشون گوش بشه، طیفی که ممکنه برن و خوش آمد بگن. من معتقده که او طیف حرفشون گوش بشه که خوش آمد نگن، حرف بزنن، واقعیت ها را بگن، حقایق ها بگن، ولون که حرفشون تلخ باشه. و من هم یا الله ما اینجا حکومت نداریم، ما یه مدرسه ای هست یا 2 هکتاره یا بیشتر یا کمتره. مولانا بدری اینجا هستن، اینجا مولانا حافظ محمد اسماعیل همکاران من، مولانا عبدالله دوستانم. معتقدم که این عزیزان در کار خودشون مسئولیتی که دارن انتقاد باید گوش کنن، این عزیزان ببینن، بررسی کنن چه کاری انجام گرفته، چه چیزی باید انجام بگیره. همیشه از دیگران، از منتقدین گوش کنن. من همه حق به همه شما میده که از من انتقاد کنید، ولی باید کسی که انتقاد میکنه هم منصف باشه در انتقاد، ولی اگر به انصافی بکنه هم من راضی که انتقاد بکنه و حرفش را ما بشنویم و ما باید ظرفیتمون بالا ببریم و به دولت مردان و دولت هم من صحبتم همین هست در این پیروزی انقلاب که من به جایی که تعریف کنم امروز این هم میگم که شما کار کردید ولی خیلی کارا مونده. بزرگترین نکته اش را بنده اینجا اجرای عدالت میبینم.
و اجرای آزادی میبینم و معتقدم که ما فشارها را برداریم و آزادی. و منم درخواستم همینه که کروبی را و آقای موسوی را آزاد کنید. ولی این از زحمت کشیدند اون زمانه برای انقلاب، برای کشور. حالا هیچ انسان، من نمیگم که چه شده و نیست، هیچ انسان نیست که از ما هیچ کسی نیست، نه بنده نه کسی که از او چیزی خطای سر نزنه. ولی باید گذشت باشه، عفو باشه و چشم پوشی باشه. و اگر اختیارات در دست بنده بود، همه مخالفان خود یک روز آزاد میکرده، بر روز دوم نمیگذاشتن و میگفت از من انتقاد کنید. این به خیر هست، این به صلاحه. و اگر ما تریبون آزاد بگذاریم، در اسلام این ظرفیت هست، در قرآن این ظرفیت، از ظرفیت اسلام استفاده کنه، از ظرفیت قرآن. من امروز اجازه میخوام استثنایی که من بگذارید تا من حرفم را تکمیل بکنم. وقت نماز دیر وقت شده، ولی تنها امروز جمعه دیگه شما را معطل نمی کنم. ما زود 12 به بعد خطبه ماست. بله، تریبون آزاد بگذارید، بگید بیا هر کسی بیا حرفش را بزنه. دانشگاهی، آقا حوزوی، آقا علماء شیعه، علماء سنی، علماء اسلام، دانشگاهی، بیا حرف بزنید. اونجا بنویسن فقط انصاف بکنید، انصاف بکنید، در انتقاد انصاف بکنید. بعض انتقاد میکنه توهین میکنه، این غلطه. عقلانه باشه، باید منطقی باشه. آقا حق بدیم، جایی که حق بدیم. آقا اینجا حقه، این زحمت شما کارش کردید، این خدمت شما اینجا مونده، این میتونه به اصلاحات به انجامه. حالا اصلاح طلبان موفق نشدن در واقع که اصلاحات بیاورن. اصلاح طلبی، اصولگرایی برای آن بود، اصلاح طلبی که اصلاح کنن، نتوانستن. معتقد که اصلاح طلبان هم جلسه تشکیل بدن، تریبون برای خود بگذارن که کس انتقاد داره از اصلاح طلبان بکنه، اصلاح طلبان انتقاد بکنه، اصلاح طلبان خودش رو بسازن. هر حزب توی دنیا که با مشکل رو بشه با این کار بکنه، هر کسی مشکلاتی داشته باشه. و آخری یک درخواست هم بنده دارم، اونه که آیه دوره چندم ریاست جمهوری، 10 دوره بود ها، 10 دوره ریاست جمهوری ما هم به اصولگرایان را دادیم، هم به اصلاح طلبان را دادیم و اونها عزیزان شیعه ما بودن را دادیم. ما چون قانون اساسی گفته که رئیس جمهور اهل سنت نمیتونه باشه از عزیزان شیعه، این بزرگترین اشتباهی که در قانون رخ داده. این اولی قدم در جهت تبعیض و معتقد که نباید، این عیب در قانون ما باید برداشته بشه. تو قانون هم در تریبون آزاد به بحث بگذارید. قانون در 42 سال 3 سال که قانون اساسی ما از بهترین قانون است، ولی بسیاری بندهایش ثابت کرده که مفید نبودند، جواب ندادند. این بنده را عوض کنید. ما باید به تکامل بریم و امسال ما بتوانیم یک کاندید حداقل اهل سنتی هم داشته باشیم در میان کاندیدای ریاست جمهوری. و من مطمئنم که عزیزان شیعه ما که 10 دوره ما به اونها را دادیم، این دوره شیعه و سنی همراه بشه به یک اهل سنت را بده. توی این کشور چه اشکالی داره که یک ایرانی اصیل اهل سنت تقریبی که معتقد باشه که همه ایرانیان یک خانواده‌اند، همه ما یک خانواده شیعه و سنی برادرند، یک اهل سنت یک
4 سال شما اجازه بدید، ما 42 سال در خدمت شما بودیم، شما 1-4 سال ما را بگذارید، اگر ما خوب کار نکردیم 2 مرتبه اصلا ما را نگذارید، بگذارید تا اختیاراتم بدید، وقت نگاه کنید که ما چگونه عمل میکنی، عمل کرده ما را نگاه کنید. این کشور ما همه ایرانیانه، ایران مال تمام ایرانیان، شهر خیلی خوب بود ولی جامعه عمل نفوشید. ایران مال همه ایرانیان و همه ایرانی از هر طیفه. من یک چیزی از غربی ها میپسندم، من نمیگم که در غرب خیلی خرابی در غرب موجوده، بسیار خرابی ها در همه ملت ها موجودن، ضعف موجوده، ولی یک نکته که من میگم کاش این ما میداشتیم که یک افریقایی تبار در امریکا میتونه رئیس جمهور باشه که آقای اوباما باشه و یک هندی تبار میتونه معاون رئیس جمهور باشه. این نکتهش خیلی خوب است. آقا من میگم که دشمن ما اگر نقطه قوتی داره عدل کنیم، ما او را بگه که جیش درسته، این جیش غلطه، این جیش درسته. آقا اون تکبر و غرور و قدرت طلبی و اونها ندرستن، ولی این نکتهشون درسته که انتخابات سالم برگزار میکنن. گرچه امسال بالاخره مشکلاتی بود ولی به هر حال میتونه اونجا یک که از کشورهای دیگه که اونجا زندگی کرده میتونه باشه. چرا اهل سنت نتوانه در ایران اسلامی رئیس جمهور باشه؟ این جوابش را هیچ کسی نداره. من مطمئن چرا نتوانه؟ مگر شیعه و سنی برادر نیستن؟ چرا ما روی مذهب فکر کنیم، روی اسلام فکر کنیم؟ من قبول ندارم علمای شیعه را و علمای سنی را که مذهبی فکر میکنم. من معتقدم که اصل اسلام فکر کنید و برای اصل اسلام دل بسوزید. معتقدم که این ظرفیت اسلام نیست، این ظرفیت قرآن نیست که ما مذهبی فکر کنیم، بلکه ظرفیت قرآن، ظرفیت حضرت رسول، ظرفیت رب العالمین اینه که همه را دیده، همه را ببینی. و ما امیدواریم که روی واقعیت ها فکر بشه. و آخری عرضم اینه که ما همه نگرانیم روی همین دستگیری هایی که اخیراً در کردستان انجام گرفته و عده زیادی بازداشت شدن. هنوز معلوم نیست که به چه علت، چون که علت معلوم نیست ما نگرانیم. معتقدیم که به هر حال مسئولین وضعیت اینها را مشخص کنن و جرمی چیزی دارن، گناهی دارن، مشخص بشه تا دنیا بدونه که اینا چرا دستگیر شدن. اینا ایرانیه و مال این وطنن و همچنان عده زیادی من شنیدم که اینجا توی زندان های استانمون در منتظر اعدامن و درخواستمون از همینه که به هر حال توی زندان خیلی چیزن که قوه قضایی به حق، مثلا قتل کرده، کسی که قتل کرده باید قصاص بشه. این دستور اسلامی. بنده هم اگر قاضی شما باشم، هر کسی که آدمی بکشه من میکشم او را، چرا که حضرت فرمودن من قتلناه، هر کسی بکشه من میکشم. ولی اگر کسی رضایت گرفت، کسی صلح کرد، او چیز دیگر است. قصاص بر حق هر کسی با سلاح مبارزه بکنه و آدم بزنه، بالاخره او حکمش سنگینه در اسلام. ولی کسی که آدمی بالاخره نکشته، تو یک گروهی رفته و الان آمده توی زندان و پشیمان شده
و یا قبل از دستگیری پشیمان شده است، قتل مرتکب نشده و اونها که بعضی از همینها این حرف میزنن از اعدامی های گذشته، اینها نباید این اعدام داده بشن. از دیدگاه اسلامی میگم، از دیدگاه قانون شرعی میگم، نه از دیدگاه خودم، سیاسی نیست، این حرف علمیه. اینها نباید اعدام داده بشن، اینا بیفتن توی زندان تا روزی که اصلاح بشن. و اعتقاد همینی از لحاظ قوانین اسلامی، همون رفتاری که سیدنا علی کرده، همون رفتاری که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم کرده، ما همون بکنیم. در اعدام آن حضرت فرمودن که منافقینشو بکش، فرمودن که اگه من اینا را بکشم مردم میگن که حضرت محمد ملت خودش را میکشه. همین ملت ایرانه. و قوه قضایی هم معتقدم بحث بگذاره. جناب آقای رئیسی، آیت الله رئیسی خیلی شخص با تجربه هست و شخص بزرگواری است و با هم سلام علیکم رفاقت در. من معتقدم که جناب آقای رئیسی هم بحث حداقل علمایی بگذاره در رابطه با قضات، در رابطه با قضاوت. ما حرف داریم توی این مسئله، صحبت داریم، صحبت بکنیم. و قانون جزایی ایران خیلی قابل با اصلاح بشند. 40 خورده سالی که قانون اجرا میشه، مواد مخدر اعدامایی که انجام میگیره، خیلی سرسخت این قانون. معتقدم که ما را روز قیامت الله تعالی بازخواست میکنه. بنده این حرفها را از ترس خود میزنم. بالاخره اینها را قانون بررسی بشن و ما خیرخواه وطنیم، خیرخواه جمهوری اسلامیم، خیرخواه شیعیم، خیرخواه سنیم، غرضی نداریم. من اعتقاد دارم که از آیت الله رئیسی در رابطه با دستگاه قضایی تبریکی که فرستادم، من همین نکته را نوشتم خدمت ایشان که ایشان در خیلی قوانین اصلاح کنه و بحث بگذار ما را قانع بکنم، امثال ما را قانع کنند که راه ما درسته، یا ما بتوانیم قانع بکنه که این راه درسته. و اینها برای کسانی که میخواهند فردا پیش الله تعالی سربلند بشن و مسئولیتی داشتن باشن، خیلی خوبه بس بگذاریم. ما هم خیلی ضعف داریم، نیست که ما ضعف نداریم، نه، ما ضعف داریم خیلی. و هر کسی که ما را به ضعفایمون راهنمایی بکنه، ما میگه که ما هم توی ضعفایمون تریبون بگذاریم. توی موقع انتخابات ما تریبونی گذاشتیم، گفت آقا که راه از این طرف راه نیاوردن، تریبون گذاشتیم، گفتیم بیایی حرف بزنید. دانشگاهی آمدم، فرهنگی آمدم، حرف دارم، گفتم انتقاد بکنه تا اونجایی که دلتون میخواد. از اشتباه از کجا بود؟ همینطور معتقدیم که امروز دیر شده ولی بگذارید یک حرف دیگری هم بزنم خدمت شما. من پیامم به هیئت مذاکره افغانستان که امروز ما خدا را شاکریم که بوی صلح از افغانستان بلند شده. رفتن غربی ها و کشورهای بیگانه که افغانستان آمدن اشغال کردن، رفتن یکی بعد دیگری و در هم میروند و ملت افغانستان الان نوید صلح را میشنود. و برای ما هم خیلی خوشحال کننده که طرفین مذاکره، دولت فعلی و تحریک طالبان، کنار هم بشینند و با هم مذاکره بکنند. و توصیه ما آن است که در مذاکره ظرفیت از خودشون دو طرفین نشان بدهند و بالاخره چیزی بدن، چیزی بگیرن. و یک نکته، ولی من یک نکته میخوام اینجا بگم که این را خیلی مهم میدونم، اینه که نترسن مردم از اسلام، از قوانین اسلام، از قوانین شریعت
اگر بتوانم ملت افغانستان حکومت محمد رسول الله را برقرار بکنم یا خلفای راشدین برقرار بکنم، انشاءالله افغانستان هم ظاهرش آباد میشه، هم افغانستان باطنش آباد بشه، هم از لحاظ علمی پیشرفت میکنه، هم از لحاظ معنوی پیشرفت میکنه، هم از لحاظ ظاهری پیشرفت میکنه. دوست دارم، این آرزوی ماست که به هر حال یک جای باشه، حداقل یک جای باشه که دنیا ببینه، آزادی را ببینه، یعنی چه حقوق بشر را ببینه، یعنی چه اون چه که آرزوی ماست. حالا این آرزو را ما به گور میبریم یا بالاخره متحقق میشه، حقوق بشر را بدانه و حقوق اقوام و ملت ها را بدانه و آزادی را هم بدونه که آقا در قرآن و اسلام چند از آزادی هست. و ما امیدواریم که انشاءالله مردم عزیز افغانستان که حقشونه که الان شاهد امنیت باشن و کشورشون ساخته بشه، دوران گرسنگی و ناامنی را گذراندند و آوارگی را برگردن به کشورشون، سیر و آباد بشن، اسلام تجربه بکنن، نه هراسن، نه ترسن. از اسلام نترسید، اسلام هراسید، دیگران برنامه درست کرده که از اسلام بترسونن غیر مسلمانان. ولی اسلام اگر به صورت واقعی اسلام بتوانید محمد رسول الله، خلفای راشدین، اسلامی که حضرت علی پیاده کرده، اسلامی که حضرت عمر پیاده کرد، حضرت ابوبکر و حضرت، اسلامی که خلفای راشدین عین روش حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. شما اسلام محمد رسول الله که همه قبول دارن، میدونید که آن حضرت چگونه برقرار کردن. وقتی روزی که رفتند از دنیا، خانوادهش میفرماید که 2 روز از نان، از غذای خوب 2 روز در زندگی سیر نکردن. 2 روز محمد رسول الله 2 نوبه کل زندگیش از غذای خوب سیر نکرده و دیگران سیر کرده، همه دیگران سیر شدن و آن حضرت گرسنه از دنیا رفتن. این حاکم ما، پای این حاکم ما میبوسیم، دست این حاکم میبوسیم که روزی که میره فقیر بره مردم سیر بشن و نه اینکه خودش پول جمع بکنه و یا فرزندانشون برم پول جمع بکن. قبول ندارم و عالمم قبول ندارم و که بره این کار انجام. من نه سیره حضرت قبولش نداره که بریم دنبال جمع کردن پول و مال و فکر مردم نباشیم، بلکه فکر مردم. بسیاری میگه ما فکر مردم هستیم، ولی اگر فقیرانه زندگی می کردم و مردم سیر می شدم، مردم آباد می شدن بشوان، این اسلام حضرت رسول که به یهودی ها عدالت شد، اسلام حضرت علی که به خاطر یک زن یهودی که بر او ظلم شد حضرت علی تکان خورده و حضرت علی قاضی شورای، قاضی منصوب حضرت علی در یک مسئله حق به یهودی دادن و حضرت علی را زیر لباس جنگی حضرت علی را گرفته، قاضی که حضرت علی منصوب کرده قاضی شورای، حضرت علی قبول کرده. این عدالت، این بیاره دنیا ثابت بکنه که چنان عدالت در کجای دنیا. یا او کسی که در مسجد النبی بلند میشه عربیه، یک شخص شمشیر میکشه، حضرت عمر میگه اگر من خلاف سیره آن حضرت عمل بکنم چه کار میکنید؟ میگه با این شمشیر ما تو رو راست میکنیم. ولی حضرت عمر میگه احسن، تا زمانی که این شخص باشه عمر بن خطاب خلاف سیره آن حضرت نخواهد کرد.
ای آزادی را اگر ای آزادی در افغانستان افغانها بتوانن برقرار بکنن ما دستشون میبوسیم. هر کس باشه اسلام حقیقی و اسلام حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. الله تعالی توفیق عنایت بکنه. مرحوم سهراب بارکزهی و از وکلای بسیار باسواد بود و توانمند بود و متاسفانه فوت کردند و درخواست داریم برایشان دعا کنید الله ایشان مغفرت کنه و رفع درجات عنایت کنه و جمیع گذشتگان الله مغفرت کنه.